شنوندگان عزیز و گرامی، پرشت کی تצא על אויביך. ונתנה השם אלוקיך ושבית שביו. ما در خودش رول هستیم. یک معصه است. قصه در گمارا نوشته اشخاصی بودن سرهنگاه از جنگ برمیگردن با پیروزی، خیلی خوشحال بودن. بهشون میگه اون خسید شما چرا خوشحالین؟ این ما پیروز شدیم، توی جنگ که رفتیم با غنیمت بزرگی اومدیم. ولی میگه جنگ بزرگتری جلو شما است. چه جنگی؟ جنگ یڅراره، شیطون. از دست شیطون آدم نجات میابه. چه کوشش کنه برات یڅراره، برات تورات بولی. بدون تورات واقعا خیلی سخته شکست بدیم یڅراره را، ولی با تدریس تورات خیلی آسونه. مثال میارن یک آدمی میفته توی یه صحرایی و وقتی از اون صحرا رد میشه میبینه دشمنا اومدن با تانک و توپ و خودی اسلحه کوچیک داره. میترسه، میلرزه که چیکار کنیم؟ یکی میاد به گوش میگه تمام اینا مصنوعیه، تو یه کبریت روشن کن همشون میسوزن. همینطور شیطون آدم گول میزنه، خیالات بهش میاره، حتی هوا و کبود و کینه هم وسیبت آدم این اولم. وقتی آدم کینه داره، کبود میخواد، این آدماش گول میزنن که آدم بیاد سوی یڅراره چطور شکستش بده. یاد بیاره تورات دوشا برات یڅراره، برات تورات ولین. وقتی ما تورات رو یاد میگیریم و از کار مصر تورات، چطور در خیرت، چطور رفتار کنیم با مردم، در خیرت کدمان تورات. اینه که ما وقتی تورات رو دست داریم، ادونای عوض نمو ایتن، ادونای یبارک تمو بشلوم. برکتر השיבנו אבינו לתורתך, והשיבנו וקרבנו מלכנו. השיבנו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך. اگر ما سوی تورا میاییم قبلا میتونیم تشوبه کنیم. بدون تورا خیلی سخته، چون بدون تورا آدم نمیدونه وظیفه‌اش چیه. غیر از این تورا دوشا آدم یاد میده ילד מסכן וחכם יצירה טוב زرشت خوب به نام یک بچه خاخم ولی جوانه، ولی شیطون ملک زاکن اکسیل احمق. چرا احمقه؟ خیلی خاخمه ولی که با کی رفت میره که گول میزنه آدمایی که عقل ندارن. وقتی عقل تورا، عقل و گوش تورا داریم، همیشه میگفتن تو ایران هشم بهت عقل و گوش تورا را بده. و وقتی عقل و گوش تورا را داریم پیروز میشیم. شبات شلوم مبارک.